سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم درس 6 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار رو با همدیگه کار کنیم. اسمش هست مقدمه سرود سپیده. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. درس 6 کتاب شیوه سنتور نوازی که اسمش هست مقدمه سرود سپیده یه قطعه 4/4 هست. یکم خوبه که آروم آروم اصطلاحات در رابطه با حالا موسیقی، عبارت‌هایی که داریم رو هم با هم دیگه یاد بگیریم. بالای قطعه که نوشته سیاه مساوی با 60، این داره سرعت قطعه رو مشخص میکنه. داره میگه با سرعتی اجرا کنید که توی هر دقیقه 60 تا شماره شمرده بشه یا 60 تا نوت سیاه نواخته بشه. اون کلمه‌ای که جلوش نوشته لارگو. لارگو یک کلمه ایتالیایی هست به معنی اسلو توی زبان انگلیسی، یعنی آهسته، یعنی میگه که این قطعه رو باید با سرعت کم اجرا بکنید. بعد از کلید سول اول خط که حالا یه سری علامت‌های بمول و کرون داریم، بعد از اون یه علامت شبیه سی گذاشته که به این میگیم آلابروه که باز این علامت معنی 4/4 میده. یعنی منظورش اینه که توی هر میزان 4 تا نوت سیاه وجود داره، پس ما باید بشماریم 1 2 3 4 و با هر شماره یک نوت سیاه بزنیم. اگر نوت سفید داریم ارزشش میشه 2 شماره و اگر نوت گرد بخوایم اجرا کنیم میدونیم که ارزشش میشه 4 شماره. در مورد کشش ها و این مطالب بیسیک توی ویدیوهای قبلی توضیح دادم. اگر که این مطالب رو بلد نیستید حتما یه سر به ویدیوهای قبلی بزنید که این مطالب رو کامل یاد بگیرید. 2 تا علامت تکرار داریم توی این قطعه. یک علامت تکرار یک میزان هست، اون علامتی که شبیه درصده و توی یک میزان قرار گرفته بعد از میزان اول. داره میگه که یک میزان قبل از این علامت باید تکرار بشه. پس به عبارتی تکرار یک میزان قبل هست. پس میزان اول رو ما باید 2 مرتبه اجرا بکنیم. یه علامت تکرار دیگه هم داریم که بهش میگیم دولا خط تکرار. یه خط کلفته، یه خط نازک، 2 تا نقطه جلوشه. که این دولا خط تکرار مثل پرانتز یه جا باز میشه یه جا بسته میشه. این هم همینطوره. الان توی خط اول وسط خط باز شده، خط دوم بعد از میزان اول دولا خط تکرار بسته شده. این قسمتی که داخل دولا خطه باید 2 بار اجرا بشه. یعنی ما وقتی قطعه رو زدیم تا خط دوم میزان اول باید برگردیم از وسط خط اول دوباره این قسمت رو تکرار کنیم. یعنی اون 3 میزان باید 2 بار اجرا بشه. تمام نوت‌هایی که تو این قطعه داریم ترکیب نوت‌های سفید، سیاه و گرد هست. اینو بهتون گفتم. سیاه 1 شماره، سفید 2 شماره و گرد هم که ارزشش 4 شماره است. نکته آخر این که نوت‌های این قطعه ترکیبی از نوت‌های سی، دو، ره و می هست. یعنی فقط با همین 4 تا نوت داره کار میکنه و همه نوت‌ها هم چون توی محدوده خطوط حامل هست، پس باید روی سیمای سفید سنتورمون اجرا بشه. پس تمام نوت‌هایی که توی این قطعه داریم ترکیب نوت سی، دو، ره و می هست. ما میدونیم نوتی که روی خط سوم خطوط حامل قرار میگیره میشه نوت سی و روی سنتور ما میشه خرک 5 سیمای سفید. نوت دو که میشه خرک 6 بین خط سوم و 4 قرار میگیره. نوت ره روی خط 4 هست و روی سنتور میشه خرک 6 7 و نوت می که بین خط 4 و 5 هست میشه خرک 8 سنتورمون. در مورد راست چپ هم که میدونید نوتایی که بالاش هیچ علامتی نداره یا اگر 8 داره با دست راست باید اجرا بشه و نوتایی که قرار با دست چپ اجرا بشه بالاش 7 گذاشته میشه. من این رو با سرعت کم قطعه رو براتون اجرا میکنم که بشنویدش و بعد اگر توضیح دیگه لازم بود بهتون میدم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
4 1 2 3 4. یادتون باشه که موقع نوازندگی انگشتا رو زیر مضراب حتما بچسبونید، چرخش ساعدتون درست باشه و جایی که مضراب فرود میاد روی سیم ها تقریبا 4-5 سانتی متر از خرک فاصله داشته باشه که بهترین صدا رو از سنتورتون در بیارید. خب یکم جمله بررسی بکنیم. اگر که بخوایم این قطعه رو به عبارت‌های کوچیک‌تری تقسیم بکنیم، حتما شما توی تمریناتون باید این کار رو انجام بدید که راحت‌تر نوت رو حفظ بشید و درک بهتری از قطعه پیدا بکنید. عبارت اول میشه در اون سه میزان اول، یعنی از شروع قطعه تا قبل از اون دولا خط تکرار، 2 بار میزان اول و میزان بعدی که یه نوت گرده که تمام نوتایی که توش داریم نوت سی هست، نوت سی سیمای سفید هست. یه سفید، 2 تا سیاه، یه دونه گرد. به راست چپش هم باید توجه بکنید. 2 تا راست، یه چپ و دوباره یه دونه راست. پس میزان اول که هست 1 2 3 4 دوباره تکرار میشه 1 2 3 4 و پشتش یه دونه سی با دست راست که گرد هست و 4 شماره ارزش داره 1 2 3 4. این میشه یک عبارت. شما باید این عبارت رو چندین بار تکرار بکنید که کامل یادش بگیرید و حفظش بشید و بتونید بدون اشکال اجراش کنید. میزنیم 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. عبارت بعدی میشه اون قسمتی که داخل دولا خط قرار گرفته، یعنی سه میزان بعدی که نوتاش هست سی دو ر دو، میزان آخر خط اول ر دو سی و میزان اول خط دوم دو سی. به راست چپ ها توجه میکنیم، به شمارش هم توجه میکنیم. میزنمش 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. دولا خط تکرار داریم. دوباره این عبارت رو اجرا میکنیم 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. چند بار اینو میزنید که قشنگ یادش بگیرید. وقتی یادش گرفتید حالا از اول عبارت قبلی که همش سی بود رو میزنید، وصلش میکنیم به این جمله. عبارت بعدی میشه سه میزان بعد، یعنی از میزان دوم خط دوم تا میزان چهارم. نوتاش دقیقاً مثل عبارت قبلیه، فقط یه نوت رفته بالاتر. یعنی به جای اینکه بزنیم سی دو ره دو میزنیم دو ره می ره، یه نوت میره بالاتر. دو ره می ره می ره دو ره دو. مواظب راست چپ ها باشیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. شما اگر عبارت قبلی رو خوب بلد باشید اینو فقط میدونید که همه نوتاش یکی رفته بالاتر، پس خیلی راحت اجراش میکنید. عبارت بعدی سی دو ره دو ره دو سی، میتونیم اینو جدا کنیم، یعنی دو میزان بعد، میزان آخر خط دوم و میزان اول خط سوم میشه 1 2 3 4 1 2 3 4 و اون قسمت آخر 4 میزان آخر رو هم با هم تمرین کنیم. دو سی ره دو سی ره دو سی 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. وقتی که اینو خوب یاد گرفتید، حفظش شدید، حالا تکرار و تکرار انجام میدید تا بتونید این قطعه رو با سرعت بالاتر بزنید. مثلا بشه 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. این قطعه همونطور که بالاش نوشته مقدمه سرود سپیده است. تصنیف سپیده یه تصنیف خیلی معروفه، اگر که سرچ کنید میتونید پیداش کنید، گوش بدید بهش، حتما هم شنیدینش. این قسمتیه که اول قطعه و بین جملات چندین بار شنیده میشه. اگر من یه مقدار سرعت رو ببرم بالاتر و با تکنیک اجراش کنم، این تبدیل به این میشه. بعد وصل میشه به جمله اصلی، یعنی قسمتی که شعر خونده میشه که میگه
دوباره میشه. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار بگیره. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظرات و سوالاتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید.